اینجا همیشه همینجوریه؟ چجوریه؟ سوت و کوره، هیچ بنی بشری رد نمیشه. دمدمای غروب به هم رفتن خونه هاشون. از زمانی هم من یادم سوت و کور نبوده. تا منظور جنابعالی چی باشه آقا مهندس؟ من مهندس نیستم. ابری نداره عزت دیگه. کجا داری میری؟ دیوونم اومدم وسط جاده جلوتو گرفتم. امری داریم بفرما، در خدمتی. ببین اون ماشین منه. خدا زیادش کنه. خدا بچهای شما رو هم زیاد کنه. انشالله. آدم تنش سالم باشه. تی دنیا غیره باش دی چی میخواد؟ ببین اون ماشین منه از کار افتاده. ماشین خراب میشه، از کار نمیافته. فکر کنم مال شامپلاتش چیز مهمی نیست. الان نگاهش میکنم. ای مال کاربرات چند باشه یه ذره جوشه اونم وارد. کجا داری میری؟ تو میری کارش کجا داری میری؟ کجا میری؟ مگه تو مهندسی؟ ها؟ مهندسی؟ اون ماشین نیست که جناب عالی بتونید تعمیرش کنید. متوجه میشین؟ تعمیرکار خودشو داره. کامپیوتریه. بی‌ایدی میگم بدشانسی. به این میگم بدشانسی. به خیلی چیزای دیگه هم میگم بدشانسی. منم آدم بدشانسی ام. بالاخره گوش میکنی من چی میگم؟ خدا نکنه مهندس. بفرما ما در خدمتی. باید یک تلفن بزنم. اینجام آنتن نمیده. میفهمی؟ تلفن بزنم تعمیرکارش بیاد اینو تعمیر کنه. هزار تا کار دارم. ببینم میخوای بیام کمک کاری داری؟ مواظب خراب باش میگزه. خیال تخت این دور برا آنتن نمیده. قرار اون بالا یه دکل نصب کنن اون موقع راحت میشی. وای دستتون گفتم مواظب باش میگزه. بذار وسط ببندمش. چیکار داری میکنی؟ دستتون ببند. ببند بکنه خودت. ببند. واسه خودت گفتم خاک بشه خارجش بیشتر میشه ها. آخه تو دکترم هستی؟ آره؟ دلخورم میشه. نه خیر. حالا کجا من میتونم تلفن بزنم؟ بالا همین تپه یه مهمون پذیر است فقط اون تلفن داره. خیلی خوب. تو میتونی منو ببری اونجا؟ بله که ببر آقا مهندس. ببین من مهندس نیستم. اون تویی که مهندسی. خب نباش. منو بگو می‌خواستم ماشین تو درست کنم. خیلی خوب عصبانی شدم دیگه ببخشین. خدا ببخشه. بفرمان بریم. خدمت به خلق روزی رو زیاد کنه. باشه چشم متوجه شدم. دستمزدتون رو میدم. چند برابرم میدم که بفهمید خداوند روزیتون رو زیاد کرده. کی حرف پول زد؟ یا تو باشه بده. این یارو مهمون خونه خیلی دوره نمیشه پیاده رفت؟ خیلی نه یه 2 ساعتی راه هسته. تازه ایران بلد باشی. طوفان هم نشه. آخه یه جو بادبارونا بده میاد. اینجا امن هست؟ خدا عالمه. من از تو پرسیدم. خدا که اینجا نیست جواب منو بده. تو باید جواب منو بدی. استغفرالله. ان شاءالله امنه. یه آیت الکرسی بخون فوت کو بش. بلدم نیستی من میخونم. بیا سواش بریم شب شد. آقا ما بریم امری نیست؟ راستی ببخشید چقدر باید بهتون بدم؟ کی پول خواست آقا؟ اون از رضا خدای کار کرده. ببین بابا جون این روزا گربه من از رضای خدا موش نمیگیره. چقدر باید بهت بدم؟ شما رو نمیدون ولی ما از رضا خدای کار کردیم. اگه گذاشت بودیم ماشین هم نگاه کنم اونم یه کارش میکردم. همینه که وضع اینجوریه. آقا دستشویی کجاست؟ آقا دستشویی کجاست؟ اونجا سمت چپ. ببخشید آقا آب قطعه. خیلی خوب لطفا یه تلفن در اختیار من بذارید. من میخوام یه زنگ بزنم. تلفن و آب و همه چی قطعه آقا. دیشب یه طوفان اومده همه چی رو از بین برده.
ببین آقا، من ماشینم تو جاده مونده خراب شده، اونجا گذاشتمش، گرون قیمته، نمیتونم ولش کنم به امان خدا که. باید زنگ بزنم تعمیرکارش بیاد درستش کنه. تو این ده تنها جایی که تلفن هست اینجاست. شما اگه تلفن احتیاج داری باید تشریف ببرید شهر. یه اتاق بده به من، یه اتاق بده، فکر کنم مجبورم اینجا بمونم دیگه تا صبح. البته اتاق بزرگ بده، 4 تخته 3 تخته، هرچی بزرگتر بهتر. خیالتون راحت باشه. شناسنامه و کارت ملی لطفا. تو این دهکورم حالا شناسنامه و کارت ملی باید بدین؟ این شناسنامه کارت ملی هم ندارم. فکر کنم هویتم از رو همین بتونی تشخیص بدی. بدون کارت ملی که نمیشه، ولی حالا ببینم چیکار میتونم واسهتون بکنم. البته بزرگترین اتاق ما 2 تخته است که اگه بخواین یه تشک هم میتونیم بهش اضافه کنیم. شاید هم 2 تا. من چند نفرم؟ 1 نفر. تشک اضافه میخوام چیکار کنم؟ تشک اضافه میخوام چیکار کنم؟ ها؟ ببخشید آقا، اتاق نداریم. لج میکنی ها؟ که اتاق نداری؟ کی میاد آخه بیخ گور سیاه از تو اتاق بگیره ها؟ لج نکردم قربان. ما اینجا هتل 5 ستاره که نیستیم با کلی اتاق. همش 12 تا اتاق داریم که اونم یه گروه ایرانگردی اومدن همشو گرفتن. خودتون میتونید ببینید. پس چرا از من شناسنامه می‌خواستی؟ چرا از من شناسنامه می‌خواستی؟ گفتم اگه مدارک همراهتون نباشه بهانه مدارکو بیارم، نگم اتاق نداریم. این سیاست مهمان پذیره. چه سیاست مزخرف احمقانه‌ای. خوب شد سیاستمدار نشدی شما. ببینم حالا اینجا نمیتونم باشم، جایی هست دیگه که برم؟ اگه میذاشتید میخواستم بهتون بگم. این چیه؟ این آدرس یه خونه ویلاییه که شما میتونی امشب اونجا بمونی. از طرف مهمون خونه آمدم. بفرمایید داخل. به چشمون غزل خون میرسی، خودتو نگه دار، خودتو نگه دار. ای دل دیگه بال و پر نداری، داری پیر میشی و خبر نداری. ای دل دیگه بال و سلام. مثل که مهرزلت خیلی دوست داره. درست به وقت رسیدی، موقع شام. بفرما بالا. برای اجاره اتاق باید با شما صحبت کنم؟ بله باید با من صحبت کنیم، منتها 2 تا کاری که با هم نمیشه انجام داد. شما بفرمایید بالا. ببخشید دستامو کجا باید بشورم؟ همون بالاست. بفرمایید. بفرمایید. نترس، اونم مثل ما خوش اخلاقه. آروم باش. زیرو چی؟ آروم باش. زیرو چی؟ آروم باش. بشین. بشین جون. ببخشید. این آدمه دیگه. بشین. برای قلبت خوب نیست. قرصت خوب. خب. زیرو جان. دهنت وا کن، من این قرصو بزنم زیر زبونت. اینجاست که. آقا سیروس، دهنت وا کن. من این قرصو بزنم زیر زبونت. حالا آرام ببند. آروم باش، هیچ هم نترس. ببخشید، این دوست ما سمکش گوشش نبود. صدای زنگو نشنید. بنده عذر میخوام، ببخشید. دستشویی کجاست؟ انتهای راه رو سمت چپ.
این احمقا یه دست لباسم با خودم نیاوردم. هیچی کباب همایون خان نمیشه واقعا نمیشه. دست درد نکنه همایون. دستتون درد نکنه. حالا اینم حتما باید با شما شام بخوره؟ آقا این 10 سال با ماست، هیچ مشکلی نداره. نگران اون نباش. آقایون بفرمایید که این کبابو با عشق درست کردن. واقعا که ببین چه هیچی دوغی کباب درست همایون کردن. خان نمیشه. به دستتون درد نکنه. یک دوغم واسه من برید. الان میریزم. ببین اینجا موبایل آنتن نمیده. راحت باش. هیچ که پیدات نمیکنه اینجا. غذاتو بخور. تعارفی هم اینجا در میان نیست. نمیکشی من برات بکشم. نه من 7 ساله ترک کردم، هم شام و هم سیگار. بخور عزیزم. ترک کردن چی صیغه‌ایه؟ صیغه موقت. صیغه موقت. لابد به سن ما برسیم دائمیش میکنیم. برای اجاره اتاق گفتی باید با شما صحبت کنم، درسته؟ اما اول از این غذا بخورید، بنده خدمت شما هستم. پس صاحب ملک شما یاره؟ این ملک چند ساله است؟ تو کار ملکی؟ از این ملک خوشم اومده، بدم نمیاد بخرمش. ببخشید فضولی نباشه ولی شما فکر میکنم بیش از اندازه میخوری. برای سن و سالتون میگم. من حاضرم رو سلامتیم با شما شرط ببندم. به نفعت نیست با یه پزشک متخصص شرط ببندی. فکر کردم تو کار ملکی. شرط چی؟ من شرط میبندم تا 2 ساعت دیگه چربیت انقدر بره بالا که این شیر برنج وا بری. اگه باختی چی؟ اون وقت مرچی گفتن قبوله؟ اگه تو باختی چی؟ ها؟ این ملک رو به نام من میکنی؟ آخه من شرط درست حسابی میبندم. قبوله. بد جوری باختی. از این شرط بندیت نمیتونی دست برداری. آخه شرط بندی هم سوء هاضمه میاره دکتر جان. گفته باشم آقا. چسبید. دست شما درد نکنه. نه شما زحمت نکش. میگم بالاخره چیزی نخوردی یا میخواد برات یک ترانه دبش بخونم؟ نه. واسه چی نه؟ بلکه ترجیح میدم اول تکلیف اتاق رو روشن کنیم. بعدم هیچ علاقه‌ای به این شب نشینی ندارم. در ضمن فردا صبحم کلی کار دارم. بفرمایید داخل تکلیف رو روشن کنم. دیدی چجوری همایونو مسخره کرد؟ دلش کن بابا اینقدر سخت نگیر. سخت نگیر. آخه دکترم اینقدر بی‌تربیت میشه. من که اصلا فکر نمی‌کنم دکتر باشه. هر کسی یه جوره دیگه. حالا تو هم اینقدر به خودت فشار نیار. واسه قلبت خوب نیست. یه خودم دارچین بریز تو اون چایی گرمه. واسهتون خوبه بعد از اون همه دوغ. به من فقط یه اتاق میخوام. لطف کنید بهترین اتاقتون رو بدید به من. صبحم ساعت 5 بیدارم کنین چون 6 صبح کار دارم. صبحونم میخورم. حالا روی هم چقدر باید تقدیم کنم؟ حالا چرا نمیفرمایید بشینید؟ ببخشید بذارید. کافیه؟ نه فکر کنم دیگه کافیه نه؟ نه مگه شما میخوای سرویس برج العرب اینجا به من بدی؟ تو این دهکوره. آره من اینجا گیر آوردی چون احتیاج دارم به اتاق تو. حالا میخوای منو بتیقی؟ گوشمو ببری؟ مثل همه جا دیگه. همتون همین جورین. همه جا همین جوریه. هر کی زورش میرسه گوش اون یکی دیگر میبره. خب بفرما آقا. بفرمایید. خوبه؟ کافیه دیگه؟ کافیه؟ پس اتاقمو بهم نشون بده. نشون بده فردا صبح وزارت کار دارم. پولتو بردار آقای دکتر. پولتو بردار. پولم بردارم باشه؟ باشه. چیه؟ چته؟ اصلا من میخوام این خونه و شما رو روی هم دیگه بخرم. قیمت بده. یالا
چقدر میشه قیمت بده؟ جدی میگم نخند، قیمت بده. همین الان میخوام بخرم. ببین مطلب اینه که اصلا اینجا از کسی پول نمیگیریم. ماچ میگیرین؟ یا اتاق صدقه میدین؟ چی؟ اتاقتون ته راهروه. آقا جمال لطف کن اتاق آقا رو نشون بده. باشه بریم بفرم. بشین آقا، بشین. ببین من صدقه از کسی قبول نمیکنم. جایی که بتونم پول بدم خواهش نمیکنم. یا اتاق میدی پولشو میگیری یا این که نه. اصلا من با شما معامله‌ام نمیشه. آقای دکتر بعید الان جای گیرت بیاد. اما حالا که اصرار داری کرایه‌شو بدی باشه، اما پول ما قبول نمی‌کنیم. به اندازه کافی پول داریم، احتیاجی هم نداریم. چطور بازی کنیم؟ بازی کنیم؟ بچه بازیه؟ خب اگه دوست داری باشی شرطش همینه. ببین این چیزا رو من کارگر نیست. خب من و شما معاملمون نمیشه. قربان شما، منو بخیر، شما رو به سلامت. آروم باش پسر خوب، آروم باش. آقای دکتر حالا که داری میری یه لطفی بکن، این کلیدو بگیر، در پشت سرت قفل. من پیرمردم، بیام تا اونجا سرما میکنم، بعدم کلیدو از زیر در سرش بده، دستت درد نکنه. موندنی شدی؟ متاسفانه انگار مجبورم امشب همینجا سر کنم. در قفل کردی؟ بله بفرمایید. خب هنوزم حاضرم بدون پول بهت اتاق بدم. منم حاضر نیستم از شما اتاق بگیرم اینجوری، چون از صدقه خوشم نمیاد. قبلا هم به شما گفتم. حالا بفرمایید در ازای اتاق چیکار باید بکنم؟ بازی. خیلی خوب خیلی خوب. بس زودتر لطفا شروع کنید که زودتر تموم شه. خب پس بریم سراغ بازی. موافقید؟ بله. فقط خدمت آقایون عرض کنم که تا حالا نشده توی هیچ بازی من ببازم ها. حاضرم سر هر بازی هم که میگین شرط بندم، چون تاسم که خیلی خوش میشینه، دستم که با ورق آشناست. حالا تخته ورق. ببین تو بازی ما نه ورق است نه تخته. شطرنج؟ نه. منچ؟ از میخوای مارپله بازی کنی بخش سر کار؟ اگه چند دقیقه دندان رو جگر بذاری همین چی روشن میشه عزیز جان. شما هم زودتر شروع کن عزیز جان، میخوام روی همتون رو کم کنم. ببینین این بازی یه مقدمه داره. اجازه بدین من اول مقدمش رو عرض بکنم. من همایون امجد، قاضی بازنشسته و مجرد. آقای صدرالدین طاهری که ما آقا صدری صداش میکنیم وکیل مدافع بازنشسته هستن. خانوادهشون هم در خارج از کشور هستن. جناب سیروس مشیری چون دادستان بازنشسته هستن. یه 20 سالی است که از خانمشون جدا شدن. بچه‌هاشون هم تهران زندگی میکنن. آقای جمال تهرانی که ما آقا جمال صداش میکنیم مأمور اجرای حکم هستن، بازنشسته. بچه ندارن.
خانمشون هم فوت شدن. مثل اینکه معارفه بازیه نه؟ خیلی خوب. منم صابر ساعدی مجرد از تهران، اصلا هم قصد بازنشستگی ندارم. ببین این بازی اینجوریه که ما هر کدوم نقش شغل سابق خودمون رو بازی میکنیم. شما هم قراره در نقش متهم بازی کنین. اینجا مثلا دادگاهه. آی که چقدر دلم تنگ شده واسه دادگاه. اعضای محترم هیئت منصفه، من از شما تقاضا میکنم قبل از اینکه تصمیم بگیرید به چهره مظلوم موکل من نگاه کنید که مورد ظلم قرار گرفته. جوگیر شدیم. این که همون بازی چه میدونم دزد و شاه و وزیر دیگه، هر بچه‌ای بلده، همه بلدن. شانس آوردیم نصف شبیه نمیخواستیم گرگم به هوا قایم موشک بازی کنیم. ما در ضمن بهتون بگم تو گردو بازی و ثقاب هم حریف میطلبه. باشه به اونم میرسیم، اما بازی رو که متوجه شدی. بله من متهمم. ولی خب متهم به چی؟ دزدی، قتل، غارت، تجاوز، چی؟ بالاخره باید به من تفهیم اتهام بشه؟ بله معلوم میشه. 2 تا قانون هست که شما باید رعایت کنید. اول اینکه تا آخر بازی هر سوالی که از شما میشه باید با صداقت کامل جواب بدین. 2 اینکه تا وقتی که حکم صادر نشده نباید از بازی خارج بشین. قبوله، فقط تا کی طول میکشه؟ چون من فردا صبح 1000 تا کار دارم. در ضمن قبلش هم میخوام یه نگاهی به زمینای این اطراف بندازم. خوشم اومده. خب بستگی به دادگاه داره. خیلی خوب پس بریم دیگه، شروع کن. شروع کنیم دیگه. دوباره با شما هم دست بدیم دیگه. اوله رو کشتی؟ چند مرحله بوده؟ امشب میکشمش. در ضمن بازی هم بسیار جوانمردانه است. 4-1. بله تا وقتی که شما زیر قولت نزدی جوان مردانه است. شروع کنیم دیگه، بریم. چی ترسیدین؟ کجا میرین؟ چیزی نیست، میریم لباس عوض کنیم برمیگردیم. هم مهمونیه. زندگی بی ارزش است و ارزشمندترین چیز زندگی است. مزخرف. همین آشغالا رو میکنن دیگه، دیوانه شده. لطفاً دست نزنید، اونا عتیقن. پس عتیقه بازم هستیم. چه ایراد داره؟ یکی کفتر بازه، یکی سیاست بازه، یکی زمین بازه، یکی هم مثل شما. جرم کنید. واقعا جدی گرفتین شما. پس حالا اگه اینقدر جدیه منم با اجازه شما یه دستشویی برم برگردم. بله بفرمایید. با اجازه.
چرا خونه رو این شکلی کردین؟ چرا چراغا رو خاموش کردین؟ دادگاه دیگه. بفرمایید بشینم. بشینم؟ کجا بشینم؟ اونجا بابا. دادگاه از این لحظه به بعد رسمیه. در ضمن لازم میدونم تذکر بدم که تمام افراد تا پایان جلسه دادگاه باید یکدیگر رو با عناوین رسمی مخاطب قرار بدن. از آقای مأمور هم خواهش میکنم منشی جلسه هم باشن. آقای دادستان میتوانید شروع کنید. بله چشم. اسم؟ صابر. قبلا که گفتم. به طور کامل بفرم. صابر ساعدی. اینم که قبلا گفته بودم. مدرک تحصیلی؟ فلوشیپ سر و گردن. متوجه نشدم. بله. متخصص جراحی مغز و اعصاب، فوق تخصص سر و گردن. شغل؟ خب فوق تخصص سر و گردن که نمیره بقال بشه که دکتر میشه دیگه قاعدتا، نه؟ ممکنه یه مقدار توضیح بدی؟ در واقع شغل اولم میشه ریاست بیمارستان دیگه، چون بیشتر وقتمو میگیره. در هفته هم یه چند تا هم عمل میکنه. در هفته چند تا یعنی چقدر؟ میانگین مثلا 6 هفته. 7 تا عمل جراحی مغز در یک هفته، یعنی روزی یه دو. میانگین گفتم دیگه. عمل مغز عمل ساده ای نیست، به نظر خیلی زیاد میاد. اگه من جراحی زیبایی میکردم همین لب و لوچه و گونه و نمیدونم همه جا، خب در روز میتونستم این تعداد عمل کنم. دستمزدش هم خیلی بیشتر از اونه، استرسش هم خیلی کمتره. شما باید تاجر میشدید تا یه پزشک. اعتراض دارم. ایشون میخوان مسیر جلسه رو عوض کنن. اعتراض وارده. آقای دادستان لطفاً از موضوع خارج نشید. شما مگه فلج نبودی؟ نه خیر، پوکی استخوان دارم، پام درد میکنه. لطفاً سکوت جلسه رو رعایت کنید. بفرمایید جناب دادستان. جناب شما چند سالتونه؟ 55 تقریبا. تحقیقاً بفرمایید. تقریباً یعنی چی؟ 55 سال و 9 ماه و 13 روز و 19 ساعت و 20 دقیقه و 30 ثانیه که البته شد 31. پس شما 32. 55 سال و 9 ماهتونه. خب اینم که شد تقریبا. شما نسبتی با آقای غلام حسین ساعدی نداری؟ کی؟ غلام حسین ساعدی کی هست؟ نویسنده است. نه آقا جون، من با ادیب و دبا هیچ قرابتی ندارم. پدر مادرتون زندن؟ خب هم آره هم نه. یعنی چی هم آره هم نه؟ آقا برای که شما راجع به 2 نفر از من سوال کردی. بابام یعنی همون پدرم که شما میگی مرده چند ساله، ولی مادرم نه، زنده است. الانم باید حدوداً همسن سال شماها باشه. البته بیشتر همسن سال ایشون. خدا پدرتون رو رحمت کنه. من اصراری ندارم، چون چه رحمتش بکنه چه نکنه چه فایده به حال من داره. مادرتون الان کجا؟ آخرین خبری که ازش دارم اینه که خواهرم ازش نگهداری میکنه. یعنی از مادرتون بیخبری؟ به حال شما چه فرقی میکنه؟ لطفاً به سوال دادگاه جواب بدید. نمیخوام به این سوال جواب بدم. شما نمیتونید راجع به سوالایی که ازتون میشه بی تفاوت باشید. خیلی خوبه. حدوداً 30 سالی میشه که ازش بیخبرم. 30 سال؟ 30 سال وقت زیاده. به چه دلیل؟ اونش به خودم مربوطه. جناب بهتون اخطار میکنم، اینجا دادگاهه. هر سوالی از شما میشه باید صریح و روشن جواب بدید. ولکن بابا تو هم. خودم میگم. گوش کنین. مادر من دختری رو که من دوستش داشتم، عاشقش بودم، رو برای برادر دوقلوم خواستگاری کرد. متوجه میشین؟ بیشتر از اینم دوست ندارم هیچ توضیحی بدم. همین. و دختر چه جوابی داد؟ ای بابا، میگم من نمیخوام در این مورد صحبت کنم. اصلا چه فرقی میکنه که دختری چه جوابی داده؟ اون ماسماسک رو اینقدر نزن روی اون میز، سردرد گرفتیم. از متهم میخوام احترام جلسه رو حفظ کنن، به قوانین احترام بذارن. باش دختر قبول کرد. قبول کرد؟ مگه اون نمیدونست که شما عاشقشین؟ نه، چون هیچ وقت جرأت نکرده بودم اینو بهش بگم.
ولی خب مادرم که میدونست. شما به مادرتون گفته بودید که عاشق اون دختری؟ نه. نه؟ ولی اون میدونست. اون از کجا میدونست وقتی شما بهش چیزی نگفته بودید؟ خب چون مادره. مگه میشه یه مادر همه چی بچه‌شو ندونه؟ میشه مادر نفهمه پسرش عاشق شده؟ خب اون از کجا باید میدونست که شما عاشق اون دختر خاص شدید؟ من فقط اینو میدونم که اون میخواست قدرتشو به رخ من بکشه، ولی که میخواست به من ثابت کنه هیچی نیستم، ولی من به اون ثابت کردم که اون هیچی نیست. 30 سال از این قضیه گذشته. تو این مدت هیچی برای شما عوض نشده؟ چرا؟ 30 سال بیشتر ازش متنفر شدم. بعدش چیکار کردید؟ یه سال بعدش دیگه خونه و زندگی و همین چی رو ول کردم و به کمک یه راننده کامیون قاچاقی رفتم آلمان. یعنی شما فرار کردید و مادرتون رو برای همیشه رها کرد؟ چاره‌ای جز رفتن نداشتم. در ضمن مادر من انقدر قوی بود که بتونه از خودش مراقبت کنه. برادر من بود. از اون موقع تا حالا شما مادرتون رو ندیدید؟ چرا؟ یه بار عملش کردم، با اینکه اصلا راضی به این کار نبودم. بیماری مادرتون چی بود؟ یه تومور تو مغزش بود که البته بدخیم هم نبود. نتیجه عملتون چی شد؟ خوب شد. البته بگذاریم که در تمام طول عمل به خودم بد و بیراه میگفتم که چرا این کار قبول کردم. اون مثل آدم بیگناه رو تخت خوابیده بود و مرگ و زندگیش تو دستای من بود. میخواستم انتقام تمام عمرم ازش بگیرم. فکر نمی‌کنید گناه مادرتون به این اندازه هم که میگید بزرگ نبود؟ بزرگ نبود؟ باعث شد که رابطه من و برادرم که مثل جونم دوستش داشتم تیره و تار بشه. دختر رو که عاشقش بودم ازم گرفت. بزرگ نبود؟ باعث شد که خونه و زندگی و رفقام همه رو ول کنم برم آواره بشم. بزرگ نبود. منی که از زور خجالت زبون مادریمو به زور حرف میزدم، حالا باید زبون آلمانی یاد میگرفتم. باید پیش کسایی زندگی میکردم که یه عده‌شون به من میگن کله سیاه. گند زد تو زندگیم رفت. اما اون مجبورتون نکرد که خونتون رو ترک کنید. ممکنه، ولی باعثش کی بود؟ من نمیتونم تو خونه ای که برادرم و دختری که دوستش دارم هستن بمونم. شما چرا فکر میکنید که مادرتون اینقدر باهاتون دشمن بوده؟ اصلا فکر نمیکنم، چون واقعا دشمن بوده. بلکه یه دفعه نشد منو از زیر دست و پای پدرم که کتکم میزد بکشه بیرون. همینجور وای میستاد نگاه میکرد. از اون زیر میدیدمش. حمیدی هیچ وقت نذاش حرفمو بزنم. هیچ وقت. هر چی خواستم از من گرفت. لعنت به این کودکی احمقانه. اصلا نمیخوام بهش فکر کنم. نمیخوام راجع به اون موقع حرف بزنم. وقتی شما منزل رو ترک کردین دیگه کسی دنبالتون نگشت؟ بعید میدونم، چون همونقدر که من از خانواده‌ام متنفر بودم حتما اونم از من متنفر بودن، چون نفرت مصریه. برای راست یا دروغ خواهرم میگفتش که 5 سال دنبال من گشتن، بعدم فکر کردم من مردم. مگه شما با خواهرتون ارتباط داشتید؟ خب بله، اون خواهر بزرگ منه. چرا خواهرتون از این قاعده مستثناست؟ برای که هیچ وقت منو تنها نذاشت، حتی وقتی که به جای من کتک میخورد. شما خواهر برادر دیگه ای نداری؟ نه. ازدواج کردی؟ بله، با یه زن روس. کجا باهاش آشنا شدی؟ تو دانشکده پزشکی آلمان دیگه. آخه وقتی که خواهرم منو پیدا کرد بهم گفتش که اگه درس بخونم خرج تحصیلمو میده. ازدواج کرده بود، وضع شوهرش هم خوب بود. منم پیشو گرفتم و رفتم دانشگاه دیگه. اونجا بود که با ناتالی آشنا شدم. اسمش به ایتالیایی میخوره. دورگه است. الانم با اون زندگی میکنی؟ نه، رابطه‌مو به 1 سالم نکشید. طلاق گرفتی؟ آره، همون سال اول. عامله بود که اصلا جدا شدیم. البته من بهش اصرار کردم که بچه رو بندازه، ولی اون قبول نکرد. زنی که احمق. خب وقتی این بچه دنیا اومد دیگه ما با هم نبودیم. بعد یه شب که داشتم برمیگشتم خونه دیدم بچه رو گوشه رو پله ها جلوی در خونه وسط زمستون تو اون سوز و سرما. وقتی که برای اولین بار دخترم رو بغل کردم مطمئن بودم که مرده، ولی به طرز حیرت آور زنده بود. شما مشکلتون با همسرتون چی بود؟ هیچ، دوستش نداشتم. از اولش هم به خاطر لجبازی با خودم باهاش ازدواج کردم. بعد از 2-3 ماه هم دیگه نمیتونستم تحملش کنم. اونم به من میگفت مریض جنسی ام. خب چون میلی بهش نداشتم. اینجوری شد که هر کدوم رفتیم سراغ زندگی خودمون.
دلیل اینکه همسرتون نمیخواست بچه رو بندازه چی بود؟ برای که میخواست منو آزار بده. همه زنها تو همه جای دنیا همینجوری هن. دیگه ازدواج نکردی؟ من از زنها متنفرم. ولی برای مرد باید خیلی سخت باشه. برای من سخت نیست. آدم عاقل به خاطر نیاز جنسی که یه خودشو بدبخت نمیکنه. شما نظرتون راجع به جنس مخالف خیلی منفیه. زنها زندگی بخش نیستن. اونا زندگی رو از آدم میگیرن. دخترتون الان کجاست؟ چه میدونم بابا، یه گوشه دنیا. فقط هر چند وقت یه بار یه ایمیل میزنه پول میخواد، منم براش پول میفرستم که یادش باشه باباش زنده است. ببخشید، بفرمایید چیزی میخواستید بگید؟ با اجازه دادگاه محترم الان وقت خوردن قرصه. دادگاه برای 5 دقیقه اعلام تنفس میکنه. سلیقت خوبه تو هم. این قرصا رو طبق تجویز پزشک گرفتین یا همینجوری پزشک سرخودین؟ تجویز پزشک بابا. همتون قرص میخورید الا ایشون که با من سر سلامتی شرط بسته. منم که نمیفهمم اصلا که گاو بندی کردیم. مگه من مرده باشم که بذارم به خاطر یه شرط بیخودی سلامتیشو به خطر بندازه؟ خیلی خوب آقای، باشیم بریم دادگاه. خب آقایون جلسه رسمیه. گفتم اینقدر اون ماسماسک رو نزن اون رو. اعصاب منو خورد کردی. اون چراغانم روشن کن لطفا، اینجوری عصبی میشم. آقا جمال قربون دستت اون چراغ روشن کن. آقای دادستان شما میتونید ادامه بدید. میتونید بفرمایید که امروز چند شنبه است؟ میخواد از سلامت روانی من مطمئن بشه. دوشنبه است. روز دوشنبه شما نباید تو محل کارتون باشی. من کارمند اون بیمارستان نیستم ها. رئیس اون بیمارستانم. یعنی اصلا صاحبشم. یعنی هر وقت بخوام میرم، هر وقت بخوام میمونم. یعنی هیچ حس مسئولیتی شما رو وادار نمیکنه که یه روز کاری توی بیمارستانتون باشی؟ اعتراض دارم جناب آقای قاضی. آقای دادستان سوالای جهتدار بپرسن. وارده. میشه بفرمایید امروز داشتین کجا میرفتین؟ میرفتم کارهای محضری و مالی زمینی رو انجام بدم. ممکنه بیشتر توضیح بدی؟ آره میتونم توضیح بدم. من توی مزایده زمین یک کارخونه برنده شدم، میرفتم برای تحویلش. ولی شما گفتید که متخصص مغز و اعصابید، درسته؟ خب الانم تکذیب نمیکنم. یعنی شغلای دیگه هم داری؟ گاهی ساخت و سازم میکنم. پس مهندس هم که هستی. آخه هر کی ساخت و ساز میکنه که مهندس نیست قربونت برم. با این کار حال میکنم. میخرم میفروشم، خراب میکنم میسازم. فکر میکنم جراح و مدیر بیمارستان بودن هر کدومشون شغلای پردرآمدی محسوب میشه و شما برای درآمد بیشتر شغلی رو انتخاب کردید که اصلا در تخصص شما نبوده، درسته؟ آخه این که شغلم نیست، سرگرمیمه، هابیمه. یعنی پول این همه معاملات کلون اصلا برای شما مهم نیست؟ ببین پول همیشه مهمه، همیشه. به قول امریکایی‌ها پول حرف اولو میزنه. درستم میگن؟ میشه بفرمایید در حال حاضر ثروت شما چقدره؟ نه. یعنی چی؟ آخه واقعا هیچکی نمیدونه، خودم هم نمیدونم، حاضرم قسم بخورم، ولی نقد یه 30-40 میلیاردی میشه. غیر نقدی چه؟ کلی زمین و مستقلات این ور اونور دارم دیگه. زمین بازم. ایشون عتیقه بازه، منم زمین باز. به من بگین ببینم ارزش دارایی غیر منقولتون چقدره؟ نمیدونم والا، ولی اگه بخوام به دلار امروز بگم یه 200 میشه. یعنی 30-40 میلیارد نقد، 200 میلیارد غیر نقد. امروز. یعنی چی امروز؟ گفتم دیگه، آخه شما مثل که تو بازار نیستی.
ارز هی بالا پایین میشه دیگه، ممکنه پسورده بیشتر هم بشه. میشه برای دادگاه توضیح بدید این همه ثروت از کجا آوردین؟ از پدرتون که به ارث نرسیده؟ چرا رسیده؟ از پدرم کلی فقر و بدبختی به من به ارث رسیده. البته فقر گناه نیست، ولی من ازش متنفرم. باید پولدار میشدم که شدم. چطور میشه یه دفعه آدم اینقدر پولدار بشه؟ مگه میشه؟ چرا نمیشه؟ میبینید دیگه، آدم باید جنم داشته باشه. من از زندگی بخورنویر خوشم نمیاد، اصلا نمیفهممش. آدم یا باید داشته باشه یا نباید داشته باشه. از اعتدال و اینجور حرفام خوشم نمیاد، چون اعتدال صفت آدمای تنبل و راحت طلبه که مشخصا من جزوشون نیستم. میشه با این جملات قلمبه سلمبه از جواب دادن به یه سوال ساده تفره نرید و بگید این ثروت شما از کجا به دست آوردید؟ آخه نمیشه به این سادگی جواب داد. من که این ثروت رو یه شبه به دست نیاوردم، یوم زحمت کشیدم. خیلی‌ها تو عمرشون زحمت بکشن ولی یه 100,000م ثروت شما رو هم به دست نیاوردن. خب دیگه اون به آدمش مربوط میشه و به چی؟ به جنم. شما اولین سرمایه‌تون رو از چه کاری به دست آوردید؟ همون از اولین جراحیام تو ایران و یه مقدارم ارز که با خودم آورده بودم. میشه بفرمایید این موضوع مال چند سال پیشه؟ 10-12 سال پیش. یعنی شما تو این 10-12 ساله انقدر پولدار شدین؟ شما کجایین بابا؟ اصلا خبر ندارین دور و برتون چی میگذره. یک کسایی که 2000 سواد ندارن، منوس از کجا اومدن، یه شبه 10 برابر ثروت منو به جیب میزنن. باز خوبه که من زحمت کشیدم، درس خوندم، کار کردم. شما قاعدتاً اون موقع معروف نبودید، پس تعداد عملاتون هم نمیتونست اینقدر زیاد باشه، درسته؟ نه درست نیست، چون یه دکتر متخصص از فرنگ برگشته یه ارج و قرب دیگه ای داره، به خصوص که تازه اومده باشه. بعدش هم بالاخره هر کس میومد عملش میکردیم دیگه. یعنی چی؟ خب یه دیری که باید عمل میکردیم، یه دم مشکوک بودن. یعنی مشکوک بودین اما عمل میکردین؟ آره. شما با سوال جواب اینا رو قبلا با من مشورت بکن. کدوم سوالا رو؟ همینا رو. شما نمیخواد خودتون ناراحت کنی، من بلدم جوابشونو بدم. ببینین، عمل میکردیم چون از عمل نکردن بهتر بود. هیچ خانواده‌ای راضی نمیشه که ریسک عمل نکردن رو بپذیره. همشون با امضای رضایتنامه کتبی به ما اجازه عمل میدادن. پس ما کارمون قانونی بود. درست بود؟ در واقع شما از ناآگاهی اونا استفاده میکردید و مریضاشون رو عمل میکردین حتی اگر لازم نبود؟ اعتراض دارم آقا. به چه اعتراض دارید جناب وکیل مدافع؟ ایشون برداشت خودشو به موکل من نسبت میده. قربان، من از متهم سوال کردم. ولی شما جوری سوال میکنید که موکل من جوابی بده که دوست دارید. اعتراض وارده، ادامه بدید جناب دادستان. خیلی عالی بود، خیلی خوب بود. اصلا دستور میدم حقوقتو اضافه کنن. آقای سایدی، خیلی واضح به دادگاه بگید شما کسایی هم که مشکوک به عمل بودن عمل میکردید؟ تو علم پزشکی وقتی مشکوکی یعنی همه چی 50-50 است. ما اینو در کمال صداقت به همراه مریض میگفتیم. اگه اجازه میداد عملش میکردیم. تو علم پزشکی شما راهی برای اطمینان بیشتر نداشتید؟ چرا؟ حتما راهی است. ولی من دارم در مورد مریضایی حرف میزنم که تومور مغزی دارن ها. یعنی زمان عامل مهمیه. یعنی شما اونا رو بر سر دوراهی مرگ و زندگی قرار میدادید تا به اون چیزی که شما میخواید رضایت بدن؟ اعتراض دارم. شما دارید به سوالاتون مسیر میدید. به چی اعتراض دارین آقا؟ من دارم حرفای خود متهم رو تکرار میکنم. شما حق ندارید حرفهای موکل منو به خواست خودتون تفسیر کنید. من حرفاشون رو تفسیر نمیکنم آقا، من حرف خودشو دارم میزنم. ساکت باشید آقایان، ساکت باشید، نظم جلسه رو حفظ کنید. اعتراض وارد نیست. لطفاً بفرمایید بشینید جناب وکیل. شما ادامه بدید آقای دادستان. آقای سایدی، شما بیماراتون رو بر سر دوراهی مرگ و زندگی قرار میدادید و اون وقت ازشون میخواستین که تصمیم بگیرن؟ ما رضایتنامه داشتیم، رضایتنامه کتبی. همشون توی بایگانی بیمارستان موجوده. پس بی خود به خودت زحمت ندید. خب وقتی توی این موقعیت قرار میگرفتن میتونستن تصمیم درستی بگیرن یا تصمیمی میگرفتن که شما دلتون میخواست؟ اونش دیگه به ما مربوط نمیشه. مهم اینه که ما کار غیرقانونی نکردیم. شما این رویه رو 12 ساله که ادامه دادید؟ رویه؟ چه رویه‌ای میگی؟
من کارمو به بهترین وجه انجام دادم، برای همینی که معروفم، همه قبولم دارن. ولی یه عده چشم دیدن موفقیت‌های منو ندارن. چشم دیدن موفقیت‌های پسر عباس آقا ماسمندو که تحویلش نمیگرفتن ندارن. پس برام پاپوش دوختن. ولی یه سال طول نکشید، همه چی رو راست و ریز کردم. چطوری زیرابتون زدن؟ چه میدونم، یه مزخرفی سرهم کردن. یه سال پروانه پزشکیم معلق شد، ولی سرشون رو کوبیدن به طاق. تهمتی که بهتون زدن چی بود؟ مهم نیست، ولش کن. آقای سایدی اینجا دادگاهی، خواهش میکنم بفرمایید. آخه خنده داره. بهم گفتن مرده عمل کردی. مرده عمل کردی؟ آخه چطوری این تهمت رو بهتون زدن؟ چه میدونم، یکی از این دکترای جوون، از این تازه به دوران رسیده که شعارهای انسان دوستانه میدن، چون انداختش که من یه مریضی رو که شب قبل مرده بوده فرداش عملش کردم، در صورتی که مزخرف میگفت. اون مریض تو اتاق عمل زیر دسته من مرد، همم شاهدن. در ضمن مثلا چه فرقی میکرد؟ من پول اونو پیش یه جا گرفته بودم. ببینم تونستی موضوع رو ثابت کنه؟ بچه‌ای؟ معلومه که نه. خب پس چرا پروانه‌تون رو باطل کردن؟ باطل نکردن، معلق کردن. اونم علتش این بود که این پسره مثلا رسانه‌ای کرد، جفسازی شد، اونم جوگیر شدن، ولی بعد به سرعت به اشتباهشون پی بردن. مگه میشه همه چی به همین راحتی باشه که شما حرفشو میزنی؟ آقا رو معلومه که میشه. ببینین یه دونه دیوونه یه سنگ میزه تو چاه، 100 تا عاقل نمیتونن درش بیارن. ولی خب اینا نتونستن حرفشون رو ثابت کنن، یعنی مدرک و شاهد و اینا نداشتن، در صورتی که همونجا تو اتاق عمل کلی آدم بود، آسیستانان بودن، چرا هیچ کدوم شهادت ندادن؟ به این میگن آدم باهوش. یعنی شما این کارو کردین ولی نتونستن ثابت کنن؟ نه من این کارو نکردم. چرا حرف تو دهن من میذارید؟ از حرفاتون اینجوری میشه برداشت. اعتراض دارم جناب آقای قاضی، جلوی آقای دادستان رو بگیرید. جلوی منو بگیری؟ ساکت باشید آقایان، ساکت باشید، نظم جلسه رو حفظ کنید. جناب وکیل مدافع، آقای دادستان تشریف بیارید. آقای سایدی، سر اون پزشک جوونی که به شما تهمت زد چی اومد؟ ازش شکایت کردم، 10 سال پروانه‌شو معلق کردم. در مقابل کاری که شما کردید اون چی کار کرد؟ چی کار میتونه بکنه؟ هیچی. رفت قاز بچرونه. بگذاریم از این که یه مدت بعدش به غلط کردم افتاد و هر روز پشت در اتاق من بود که معذرت بخواد، ولی حالا باید بره بدوه. بسیار آقای سایدی، شما گفتید مدیر بیمارستان خصوصی خودتون هستید. این سمت رو کی به شما داد؟ متوجه نمیشم چی میگی. منظورم خیلی واضحه. کی شما رو مدیر کرد؟ خب اعضای هیئت مدیره. هیئت مدیره رو که انتخاب کرد؟ خب من خودم انتخابشون کردم. یعنی شما مدیر بیمارستانی شدید که اعضای هیئت مدیره خود شما انتخاب کرده بودید؟ خب اون بیمارستان مال منه، اصلا من ساختمش، پولشو دادم، زمینشو خریدم، دادم نقشهشو کشیدم، تجهیزاتشو وارد کردم، صاحبشم. خب شما بشی مدیرش؟ بیمارستان رو کی ساختید؟ حدوداً 7 سال. چند سال تو کار خرید و فروش و ساخت و ساز ملکی؟ یه 2-3 سالی بعد از اینکه برگشتم جست و گریخته این کارو کردم تا اینکه با آقای براتی آشنا شدم. از اون موقع بعد ورق برگشت. شغل آقای براتی چیه؟ والا هیچکی نمیدونه، یعنی منم نمیدونم. از این چیزاستی، از این آچار فرانسه هستن که همه کار از دستشون برمیاد، یعنی همه جا خرشون میره، چه میدونم اگه کارش گیر میکنه بهش میگه کارش را میندازه. تو این مایاز سرخط تو داد دستم، منم رفتم تا تهش. کار شیرینیه. آقای براتی چه سرخطی داد دست شما؟ کسب و کار شرافتمندانه. کسب و کار شرافتمندانه. ممکنه بیشتر توضیح بدید؟ چجوری بگم؟ مثلا یه نمونهش اینه که یه سری کارخونه قدیمی هستن که در واقع ورشکستن ولی فعلا لک و لک میکنن. خب ما میریم با هیئت مدیرش، هیئت رئیسش، صاحباش، رئیسش، بالاخره صحبت میکنیم که در ازای گرفتن یه درصدی از سود اعلام ورشکستگی کنن. وقتی که اونا اعلام ورشکستگی رسمی میکردن، ما میریم تو مزایده شرکت میکنیم، کارخونه رو میخریم، بعدم میکوبیمش دیگه، میکوبیم میسازیم،
میریم بالا، چه میدونم یه شهرکی، مجتمع تجاری، پاساژ، برج، بالاخره یه چیزی میسازیم دیگه. همونا سود میبرن. اما گرفتن مجوز تبدیل یک کارخونه به مجتمع مسکونی و تجاری کار آسونی نیست. آره راست میگی. خب ولی ما اول میسازیم بعد یه کارش میکنیم دیگه. یعنی غیر قانونی این کارو میکنی؟ نه، من هیچ وقت کار غیر قانونی نکردم و نمیکنم. اگه بتونی یه سند غیر قانونی از من و شرکام پیدا کنی به جایزه میدم، جلو همه میگم. یعنی شما تایید میکنید که با سهامداران کارخونه‌های قدیمی شریک میشید، زمین و کارخونه رو میخرید و بعد اونو تعطیل میکنید. اون کارخونه در واقع تعطیلن، خودشونو مسخره کردن کار میکنن. ولی شما گفتید که بعد از شراکت با سهامداران و اعضای هیئت مدیره اونا اعلام ورشکستگی کارخونه رو میکنن، در صورت که قبلش کار میکردن. شما نمیتونید این حرف رو تکذیب کنید. من تکذیب نمیکنم. آخه اون کار کردن نیست. یه شیفت در روز برای یه کارخونه چند هکتاری کار کردنه. به هر حال یه تعداد آدم زندگیشون بستگی به همین یه شیفت کار داره. خب زندگی اونا به من چه مربوطه؟ پس به کی مربوط میشه؟ به همونا که استخدامشون کردم. شما با همونایی که استخدامشون کردن پیشنهاد اعلام ورشکستگی کارخونه رو میکنید و کارخونه رو تعطیل میکنید، درسته؟ یه پیشنهاد میتونن قبول نکنن. عین پیشنهادی که شما به مریضاتون میکردید. ببین من هیچ وقت هیچ کس رو مجبور به هیچ کاری نکردم. شما پیشنهادی بهشون میکنین که نتونن رد کنن. من فکر میکنم شما مثل من فیلم زیاد نگاه میکنی. من پدرخوانده نیستم، دون کورلئونه نیستم. شما چقدر روزنامه میخونید؟ هیچ. برای که کارهای مهمتری دارم. عجیب نیست که نمیدونی که خیلی خانواده‌ای همین آدمایی که شما از کار بیکارشون کردین از هم میپاشن. بعضیاشون هم تحمل این فشار روانی رو ندارن، یا خودکشی میکنن یا روانه تیمارستان میشن. بله درسته. هر روز کلی آدم بیکار میشن. ولی من مسئول ساماندهی زندگی اونا نیستم. خب شما میتونستید به سرنوشت همین آدمایی که بیکارشون کردین فکر کنید. هر کسی راه خودشو میره، کار خودشو میکنه. من که مجبورشون نکردم. در ضمن اون کارگران با اون چندرغاز حقوقشون هر جایی برن همونقدر درآمد دارن. به خدا اگه برن سر چهارراه گدایی کنن یا گل بفروشن بیشتر در میارن. یعنی فکر میکنید همین آدمایی که هر کار بیکار شدن هر جای دیگه هم برن میتونن مشغول کار بشن؟ بله بله. ولی من مسئول زندگی اونها نیستم. پس به کی مربوط میشه که یه تعداد آدم زحمتکش از کار بیکار بکنید اون وقت خودتون مولتی میلیاردر بشید؟ اعتراض دارم. بفرمایید بشینید، من خودم بردم جوابشونو بدم. ببینید آقای عزیز، من آدم باهوشیم، شما هم همینطور. ما نمیتونیم کسی دیگه ای باشیم، ما خودمونیم. دنیا هم دنیای بی‌عدالتیه. اگه باش کنار بیای شریک جرم میشی، اگه بخوای عوضش کنی تبدیل میشی به یه جلاد بی‌رحم. پس بی خودی شعارهای انسان دوستانه آبکی ندید. من کسی رو مجبور نکردم. شما اگه انسانیت داشتید اونا رو توی موقعیتی قرار نمیدادید که هیچ چیز دیگه رو نتونن انتخاب کنن به جز چیزی که مد نظر شماست. شما از همه آدما متنفرید. شما هیولایین آقا، هیولا. ایشون حق توهین ندارن. اعتراض دارم. ایشون به موکل من توهین میکنه. بشین آقا بشین. ببین باور کن من آدما رو دوست دارم، اما به شیوه خودم. شما هم گوش کن. قانون قانون جنگله. قدرت نداشته باشی میخورنت. عدالت و عدالت خواهی هم یه توهمه. هر کس خواسته عدالت برقرار کنه جهنم برقرار کرده. پس تکلیف انسانیت چی میشه؟ تکلیف همینه که من میگم. چیزی مهمه که وجود داره، یعنی واقعیت. انسانیت که وجود خارجی نداره، تو کله توه. ما زندگی میکنیم که کار کنیم، کار میکنیم که پول در بیاریم، پول در میاریم که قدرت داشته باشیم، قدرت داشته باشیم که بتونیم زندگی کنیم. میبینی این یه چرخه است، همیشه بوده، بعداً هم خواهد بود. ما که نمیتونیم عوضش کنیم. ولی خب بازنشسته ها که تو این چرخه نیستن، اینو قبول دارم، چون قسطی نفس میکشن که یه روزی هم بمیرن. برای همین هم هست که من نمیخوام بازنشسته بشم. شما قاتلین، شما جنایتکارین، شما آدم‌ها رو با ظلم و ستمتون نابود میکنین. شعار نده، شعار نده. توی این دنیا یه عده‌ای متولد میشن که لهشن، یه عده متولد میشن که له بکنن. من نمیخوام له شم، نمیخوام له کنم.
برای همین سعی میکنم واقعیت رو متعادل کنم، ولی واقعیت رو عوض نمیشه کرد. من هیچ وقت ظلم و بی‌عدالتی رو قبول ندارم. در ضمن زیر بار حرفای غیر انسانی شما هم نمیرم و به شما هم اجازه نمیدم. خیلی خوب باشه، اجازه نده. ببین اصلا ما سر چی داریم بحث میکنیم؟ اگه مدرکی داری وردا بیار، نداری هم بذار بریم بخوابیم. مدرک؟ تو خودت ابتدا به ساکن مدرک جرمی. تو هر غلطی که بخوای میکنی اون وقت میگه مدرک. تو اصلا از قانون چیز سر در باشید آقایون، آروم باشید. به من میخندی؟ به من میخندی؟ منو مسخره میکنی؟ تو آدمی اصلا، تو هیچ سرت نمیشه. تو هیچی نمیفهمی. تو بزن من حرفمو بزن. تو حرف من مسخره میکنی. شما بچینید. شما بس کنید دیگه. من دستور بازداشت شما رو میدم. کی میخواد منو بازداشت کنه؟ تو؟ دادگاه برای 10 دقیقه اعلام تنفس میکنه. یه سیگار بده من. اینجا نمیتونی سیگار بکشی. برای چی؟ برای اینکه قانون اینجاست. من همینجا سیگار میکشم. یه سیگار بده من. این سیگار بگی برو بیرون بکشی هوایی بخور. باشه. من 7 سال سیگار ترک کردم. وقت برای من فندک روشن میکنی؟ براتون شیرکاکائوی داغ با بیسکویت حاضر کرد. بیاین تو ساعت میشه. سخنت گویم توی هی کجایی والا دیگه یادش افتاد به دسته. آقا صاحب بفرما شیرکاکائو سرد نشه. بفرما. نمیخورم. به چی میخندین؟ به من میخندین؟ نه به شما چرا؟ خیلی خوب. باشیم بریم بازی مسخرتون رو تموم کنیم. میخوام برم بگیرم بخوابم. باش. آقا سیروس. ببینید آقا، قبل از اینکه شروع کنید من نکته رو باید به شما بگم. اگر ایشون تو صحبتایی که میکنه 2 مرتبه به من بد و بیراهی بگه یا اینکه چه میدونم عصبانی بشه و ادب و رعایت نکنه، من دیگه ادامه نمیدم. تا الانم زیادی بهتون میدون دادم. بس دیگه متوجه باشین چی میگین. آقا اینطوری حرف نزن. ما که خودمون میدونیم تو گناهکاری. میدونیم؟ تو رو خدا وکیل مدافع ما رو نگاه کنین. ببین آقا، من از الان به بعد وکیل مدافع نمیخوام. خب؟ دوست دارم هرچی خودم میگم بگم. اصلا میخوام خودم از خودم دفاع کنم. شما از شغلی که داری خلی. بفرمایید برین قولتون رو بکشین. من تو روش تحمل نمیذارم. من نمیخوام. چجوری به چه زبونی بگم؟ آقا من وکیل مدافع نمیخوام آقایون. از این لحظه بعد خودم وکیل خودمم. تموم شد رفت. شما هم زیادی اصرار کنی مجبورم یه چیزی به شما بگم که در شأن سن و سالتون نیست. آقا اجازه بدین دادگاه کارشو شروع کنه. دادگاه؟ اگه اینجا دادگاهه که شما نباید اجازه بدید که ایشون هر بد و بیرایی که به دهنش میاد بگه. مگه شما قاضی نیستی؟ خب یا قانون قبول داری یا نداری دیگه. اگه قانون قبول دارید که من خدمتتون گفتم هیچ کار غیر قانونی نکردم. اگرم قانون قبول ندارید که کلاه همگی ما پس مرکز متاسفانه. تو از قانون حرف میزنی؟ تو سر تا پات غیر قانونیه. تو اصلا زندگیت غیر قانونیه. فقط تونستی با مدرک سازی و پاک کردن شواهد خودت از چنگ قانون خلاص کنی. ولی این دادگاه این اجازه رو به تو نمیده. به این میگن قانون انسانیت. فهمیدم. این دادگاه قائل به انسانیته. آره؟ منم که محاکمه میکنید شیطونم.
بقیه آدمام همه آدمای پاک و معصوم و مظلومن که من فریبشون دادم از بهش بیرونشون کردم. آره؟ نه آقا جون، نه. اونی که گول میخوره دوست داره گول بخوره، پس بذار بخوره، نوش جونش. اونی که تقصیر خودشو بنزه گردن بقیه به درد لای جرزم نمیخوره. تو میخوای با این کارا گناهاتو لاپوشونی بکنی؟ نکنه فکر کردی فرشته مقدسی که خدا تو رو فرستاده؟ نه من نه فرشتم نه شیطونم، آدمم. فهمیدی؟ آدم. تو فکر میکنی خدایی که اون بالا نشستی بدون هیچ دلیل و مدرکی همه رو محکوم میکنی، همه رو گناهکار میدونی؟ نه من خدا نیستم، من دادستانم. وقتی محکومت کردم میفهمی. محکومم کنی؟ تو محکومم کنی؟ تو رو خدا منو نخندون، چون حوصله خندیدن ندارم، حوصله هیچ کدومتون رو ندارم. بابا پاشین برین تو آینه خودتون رو نگاه کنین. شما مثل من این آدمین. تو هم تا حالا خودتو تو آینه نگاه کردی چقدر دیپ سیرتی؟ البته اگه آینه بتونه اون سیرت ناپاک تو رو نشون بده. شماها که سیرتتون پاکه برای جهان کافیه. آقایون، دنیا رو نمیشه تغییر داد. اگه میشد قبل از ما داده بودن، هزاران سال پیش. نمیشه تغییر داد. اینقدر سرتون رو نکوبیم به دیوار. اون سر شماست که نابود میشه، دیوار که طورش نمیشه، سر جاشه. من تو تمام عمرم با شرافت زندگی کردم، تو تمام عمرم هیچ گناهی هم نکردم. هیچ کس هم نمیتونه خلافش رو ثابت کنه، هیچ کس. به شما میگم، فکر میکنین وجه اجتماعی من چجوری به دست اومده؟ چجوری به دست آوردم؟ ها؟ چرا هر جا میرم همه جلوم دلار راست میشن؟ چرا؟ به خاطر پولمه؟ نه. قدرتمه؟ نه. به خاطر اعتبارم. براش یه عمر زحمت کشیدم و به هیچ بنی بشری هم اجازه نمیدم که خدشه دارش کنه، چه برسه به شماها. به هیچ کس هم باج ندادم تو زندگی و باجم نخواهم داد. راست را میرم، سرم بالا نگه میدارم. فهمیدین؟ به اون آدمایی هم که زیر دستپای من له میشن هیچ اهمیتی نمیدم، چون زیر دستپای من له نشن، زیر دستپای یه عده دیگه له میشن. مرده عمل کردی چون پولش از پیش گرفته بودی. خودت هم میدونی اگه عملش نمی‌کردی پولش بعد پس میدادی. اهداف مهم تو پول در آوردنه، اونم به هر قیمتی که شده. ببین، اونا آدمای حقیرین، از مرگ میترسن، میان پیش من که از مرگ نجاتشون بدم. منم از آدمای حقیر متنفرم. هر کی نمیفهمه بهتره که نابود شه. در ضمن اصلا به تو چه مربوطه؟ اونا خودشون میخوان. مگه تو وکیل وصی اونایی؟ به من چه ربطی داره؟ بله، به تو چه مربوطه؟ در ضمن اون کارا رو برای پول نمیکنم، چون انقدر دارم که میتونم 100 تا مثل شما رو بخرم و آزاد کنم. همین که نشستم دارم باهاتون حرف میزنم کلاتون رو بنزین آسمون، چون ممکنه پس فردا همین خونه رو بخرم و رو سر هر 4 تاتون خراب کنم. نزن اون دام از سبا، نزن! سرم ترکید. ساکت باشید آقا، ساکت باشید. اینقدر داد نکشید، سرمون درد گرفت. آقای دادستان، سریعتر نظرتون رو به دادگاه اعلام کنید. آقای قاضی، ایشون وقتی یک بار مرده عمل کردن پس میتونن بارها این کار رو انجام داده باشن. وقتی یک بار با خرید زمین یک کارخونه تعداد زیادی آدم رو از کار بیکار کردن و خانواده‌هاشون رو از هم پاشوندن و به سرنوشتشون هیچ اهمیتی ندادن، پس میتونن بارها این کارو کرده باشن. ایشون تونستن خانواده یک بیمار رو تو شرایطی قرار بدن که به خاطر ترس تصمیم اشتباه بگیرن. دادگاه محترم، این جانب به عنوان مدعی العموم با توجه به اقرار صریح متهم نسبت به استفاده از عدم آگاهی افراد، سوء استفاده مالی آنها به علاوه بیکار کردن و از هم پاشیدن خانواده تعداد زیادی از این افراد که به استناد مطالب چاپ شده در بسیاری از روزنامه‌های کثیرالانتشار منتج به جنون، خودفروشی یا مرگ این افراد میشه. این جانب آقای صابر سایدی رو از لحاظ قوانین بشری که بر پایه انسانیت بنا شده گناهکار میدانم و از محضر دادگاه محترم
خواستار اشد مجازات برای ایشون هستم. شما واقعا دیوونه این؟ دیوونه این به خدا؟ وکیل مدافع میتونه آخرین دفاعیاتشو از متهم انجام بده. من به عنوان وکیل مدافع متهم. بشینید. کی گفت پاشین؟ بشین. من کاری نکردم که کسی بخواد از من دفاع کنه. متهم میتونه آخرین دفاعیاتشو اعلام کنه. مغز هر چهارتاتون عیب داره. باید عمل شیم. به منشی میگم که براتون وقت بذاره. البته امیدوارم انقدر دیر نشده باشه که مجبور بشم مردتون رو عمل کنم. آقای منشی لطفاً اون برگه ها رو بدیم به من. با توجه به اظهارات روشن متهم و اقرار ایشان در خصوص موارد تفهیم شده، دادگاه آقای صابر صایدی را گناهکار دانسته و او را به اعدام محکوم می کند. حکم دادگاه صبح فردا رأس ساعت 5 در همین محل اجرا خواهد شد. اصلا شما کی هستین که میخوای حکم بدی؟ شما کی هستی که سرنوشت تعیین میکنی؟ من احمقو بگو که نشستم به حرف 4 تا پیرمرد پیزونی گوش میکنم. گونه بابای همتون. آقای شب بخیر، من رفتم بخوابم. شب بخیر سعید. نخوابین تا بیام قرصاتون رو بدم. من میرم بیارمش. بیرون هوا سرده، بارون میاد، سرما میخوره. بیا پسر بیا. بیا برو کنار. برو کنار. گوش کن. بیا بریم تو اتاق. اینجا بمونی سرما میخوری، سینه پهلو میکنی تا صبح نمیکشی. اتاق آماده کردم. بیا بریم تو اتاق. بیا بریم. ندارم. کلیدو بده من. کجا رفتی؟ خیلی خوب. هر که عقب کردی. میخوام تو من نابود کنی. که جلی من نمیفهمم. های همه دفعه که جلی من نابود کنی. من میفهمم. خب کی عجیرتون کرده؟ خب بگید. چقدر میدم بگید؟ از من 2 برابر میدم. خوبه دیگه. 2 برابر میدم. از 3 برابر میدم. از 10 برابر میدم. خوبه. هرچی رو میدم. 10 برابر. هرچی که تو فکر میکنی من همون میدم. باشه قبول کن. تو رو خدا. تو دیدی که من بودم 15 نیست. بحثم خوبه خدا. دیدی که اونجا اینقدر بهت میدم تا آخر عمر بسته باشه. بیا در رو واکن. چلو بیا در رو واکن. من تا حالاشم زیادی عمر کردم. هیچ وارثی هم ندارم. اگه میخواستمم نمیتونستم کمکت کنم. چون کلید ازم گرفتم. اینجا وقتی حکم صادر میشه دیگه هیچ کاریش نمیشه. شاید بیرون از این در بتونی با پول قانون آدما رو بخری و آقایی کنی. اما اینجا نه. این خونه قانون ما. قانون نانوشته ای که فقط بر اساس انسانیت. حالا پاشو بریم تو. دستتو بده من. بیا بریم. آقا شما وکیل پاشو. نمیتونین منو بکشی که. آقا نمیتونین که منو بکشی. پاشو بریم تو اتاق. پاشو. بهت میگم بیا بریم. بیا. اینایی که میبینی همه ابدیه. اما اتاق شما اینجاست. بیا بشین. بیا این لباسا رو بگیر بپوش. سرما میخوری؟ مثل موش آب کشیده شدی. میخوای تو پوشیدنش کمکت کنم؟
با این لباسا که نمیتونی بخوابی. ولی خب من این لباسا رو آویزون میکنم اینجا، شاید نظرت عوض شه. کاری نداری؟ چیز دیگه نمیخوای؟ شب بخیر. ساعت 5 پاشو بابا. من میخواستم خواهش کنم که منو نکشید. لطف کنین منو نکشین. من التماس میکنم منو نکشین. اگر اجازه بدید، خب اجازه بدید من یه بزنین حرفمو بزنم. به خدا من یه آدم دیگه میشم، اصلا یه آدم دیگه شدم. شما بذارین من برم بیرون. ببین بذار من برم بیرون. تو رو خدا بذارین من برم بیرون. اگه بذارین من برم بیرون قول میدم مطمئن باش. شما برو صبحونتو بخور. شما آماده است. سلام، صبح بخیر. بیا بریم صبحونه بخور. صبحونه حاضره. بیا. عمر من ای گل تی شد بر تو. به به به، دست در نکن. عمر من ای گل تی شد بر تو. هنوز اینجا وایسادی؟ چون نرفتی صبحونه بخوری؟ برو من الان میام. با تو وفا کردم. بیا بریم صبحونه. بیا بریم صبحونه بخور. آفت خرمنه. سلام آقا صابر، صبح بخیر. بفرما صبحونه با سنگک داغ. بیا بفرما. اینم کیفه افتاده بود پشت در، برات تمیزش کردم. پس چی شد؟ مگه خودت نگفتی اتاق با صبحانه؟ اگه نمیخوای برو. ببین حالا که داری میری فکر کن چیزی یادت نرفته. شرط اول رو باختی. ببین سر و مر و گنده اینجا من نشستم، پس هرچی من بگم درسته؟ بازی تمام شد و تو را در بازی کشتند.